سلام و درود دوباره خدمت تمامی شما عزیزان دل. امید که جور و سلامت و صحتمند باشید هر کجا که هستید، از هر کجا که بیننده ویدیوهای خودتان هستید. با اولین یکشنبه سال 2026 همراه شما هستیم عزیزان دل. همین اول ویدیو میخوام برای شما بگم موضوع این ویدیو مربوط میشه به کشور همسایه ما، کشور ایران، و دوست دارم که در شرایط کنونیش که الان شرایطی که الان داره یک صحبت کوتاهی با هم دیگه داشته باشیم. شاید خیلی از وطندارای افغان ما و شما، شاید خیلی از ایرانیای عزیز شاید پیش خودشون بگه شاید این مطلب و این موضوع اصلا به طور ربطی نداره و گپ شما کاملا درست و گپ شما بمانه و همینطور من خودم زیاد سعی میکنم داخل سیاست ورود نکنم، سعی میکنم سیاست دوری بکنم، ولی خب لازم هست که آدم یک گپایی را یا یک توصیه هایی را بگه تا اینکه داخل خودش دفن بکنه. پس تا انتهای ویدیو حتما همراه ما باشید عزیزان دل و این صحبت ها رو با هم دیگه گوش بکنیم و امیدوارم که بتونه یک کمکی برای شما بکنه.